آداب اسلامی. آداب وضو. وضو یکی از شرایط صحت نماز است، یعنی نماز بدون داشتن وضو صحیح نیست و مورد قبول درگاه باری تعالی قرار نمیگیرد. الله متعال میفرماید: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون به نماز برخاستید پس صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا 2 قوزک بشویید. وضو عبارت است از پاک کردن اعضای ظاهری بدن و مقدمه است برای زدودن گناهان و مناجات با پروردگار عالم. همانگونه که وضو همانند دیگر اعمال دینی دارای ارکان، فرایض و احکام است، از آدابی نیز برخوردار است که رعایت آنها برای فرد مسلمان پسندیده است. آداب وضو عبارتند از: 1. بسم الله گفتن در ابتدای وضو. دیدگاه جمهور علمای اهل سنت بر این است که گفتن بسم الله در ابتدای وضو سنت است. 2. به آرامی وضو گرفتن. عجله کردن در هر کاری ناپسند است و در اعمال عبادی نظیر وضو نیز باید از تعجیل خودداری کرد. لذا یکی از آداب وضو این است که به آرامی و با حضور قلب وضو بگیریم و در شستن اعضای مورد نظر دقت نماییم. 3. مسواک زدن. مستحب است که انسان همراه با وضو از سواک استفاده نموده و دندانهایش را تمیز نماید و در صورت عدم دسترسی به سواک از مسواک معمولی استفاده کند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: اگر بر امتم دشوار نمی‌شد به آنان دستور می‌دادم که برای هر نماز مسواک بزنند. 4. پرهیز از سخن گفتن و انجام کارهای بیهوده در اثنای وضو. یکی از آداب وضو سخن نگفتن در اثنای وضو و پرهیز از انجام رفتارهای بیهوده‌ای مانند بازی کردن با آب است. 5. رعایت فلسفه باطنی شستن هر کدام از اعضای بدن. یکی از آداب وضو این است که انسان به اصل فلسفه باطنی وضو عمل نماید، یعنی هنگامی که وضو میگیرد و هر کدام از اعضا را میشوید در مورد رفتارش با آن عضو نیز تجدید نظر کند. به طور مثال وقتی آب را در دهان کرده و مزمزه می کند تصمیم بگیرد که از این پس زبانش را از غیبت و فحاشی دور نماید و آن را با ذکر و یاد خداوند به حرکت درآورد. و هنگامی که آب در بینی کرده و استنشاق می کند نسبت به استنشاق بوی حرام تجدید نظر نماید و با شستن صورت تصمیم بر این بگیرد که از این به بعد چشمانش را از نگاه کردن به محرمات باز دارد و به هیچ مسلمانی با دیده تحقیر ننگرد و غیره. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس وضوی کاملی بگیرد گناهانش از بدنش خارج می‌شوند تا اینکه از نوک ناخن‌هایش بیرون می‌روند. 6. پرهیز از محکم زدن آب بر صورت. یکی از آداب وضو این است که فرد از محکم زدن آب بر صورت پرهیز نماید، چرا که در شریعت اسلام از این کار نهی شده است. 7. وضوی خوب و کامل گرفتن
همراه با پرهیز از اسراف. یکی از آداب وضو این است که فرد هر کدام از اعضا را خوب و به طور کامل بشوید، اما از آنجا که اسراف و زیاده روی در هر امری ناپسند است، در وضو گرفتن نیز به طور مؤکد از زیاده روی در مصرف آب نهی شده است. 8. پرهیز از پاشیدن آب به اطراف و دیگران. یکی از آداب وضو این است که اگر فرد در مجاورت اشخاص دیگر وضو می‌گیرد، از ایجاد مزاحمت و پاشیدن آب بر دیگران خودداری نماید. 9. خواندن دعای پایان وضو. از آداب وضو این است که فرد وضو گیرنده پس از پایان وضو بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس از شما وضو بگیرد و وضویش را درست و کامل بگرداند، آنگاه بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دربهای 8 گانه بهشت به روی او گشوده می شود تا از هر کدام که می خواهد وارد بهشت گردد. 10. خواندن 2 رکعت نماز تحیت الوضو. سنت است که فرد پس از اتمام وضو 2 رکعت نماز بخواند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس مانند وضوی من وضو بگیرد و با اخلاص 2 رکعت نماز بخواند، خداوند تمام گناهان گذشته‌اش را مورد عفو قرار خواهد داد.